آقا بیاید بریم باشگاه پاریس سن ژرمن رو با هم ببینیم. آقا تیکت ها رو گرفتیم، بریم برای داخل موزه ببینیم چی داره. بزن بریم. آقا سالن ورودی زمین ها، امباپه و نیمار و اینا، مسی، همه یه دور اینا از اینجا رد شدن. برای بازیکن ها این پشت LCD میذارن، یه موقع زمین و صحنه رو نمیبینن، از توی این LCD ها لایو میبینن بازی. واقعا امکانات اینا کجاست، ما کجاییم؟ آقا فردا نگه اومدی تو باشگاه پاریس سن ژرمن پاهتون نشدی ها. من اینجا هم پا به توپ بودم، اومدم اینجا برای تست. آره بچه من الان تعریف کنم. آقا سالن گرم کردن قبل بازی رو ببینید، خدا امکانات لیگ ما هم هسته، امکانات اینا هم هست.